ورود سگ و ایرانی ممنوع. اومده بودن برای قتل و غارت و تجاوز. هرچ که می‌خواستیم بریم احتیاج به یک اجازه مخصوص. شما از کینه جمهوری اسلامی که نباید لگد بزنی به تاریخ. سلام، وقتتون خوش. میخوام توی این ویدیو یکی از تجربه‌های سخت و تلخ مملکتمون رو با هم بازخوانی بکنیم. دیدید اپوزیسیون ایرانی وقتی نمیتونه مردم رو با خودش متقاعد بکنه، در واقع وقتی زورش به جمهوری اسلامی نمیرسه، مطالبه حمله نظامی کشورهای خارجی به ایران رو میکنه. مخلص کلام حرفش اینه که توی ایران دیکتاتوری وجود داره. آمریکا، انگلیس، فرانسه، شما هم که دموکراسی خواه هستید. گواهش هم اتفاقاتی که توی ژاپن و ویتنام و افغانستان و یمن و سوریه و لبنان و عراق افتاد. همون اتفاقو بیاید داخل ایران کفیل مردم ایران بشید، برای این مردم بدبخت و بی فرهنگ و بی تاریخ و ضعیف دموکراسی رو ایجاد بکنید. شعور سیاسی هیچ، شعور انسانی هیچ، فهم سیاسی یا فهم اجتماعی ولش کنید. اینا حتی تاریخ مملکت خودشون هم نمیدونن. شاید به خاطر اینه که سالهای خیلی زیادی خارج از کشور زندگی کردن. الان هم کل ارتباطشون با ایران، با مملکتشون محدود شده به تلاش‌های مذبوحانه سیاسی جهت تمدید مجوز اقامتشون یا گرفتن پناهندگی یا چند دلار انعام و مشتلق. 82 سال پیش تو همین روزها کشورهای متفقین به ایران حمله نظامی کردن. یه اتفاق خیلی وحشتناک میفته. مردم خوشحالن. مردم به استقبال نیروهای دولت‌های متفقین میرن. بیاید یه ذره شرایط اجتماعی سیاسی اون دوران رو با هم مرور بکنیم، شاید درکشون کردیم. اون دوره ایران ما غرق در دیکتاتوری رضاخانی بوده. چپی‌ها و خیلی از احزاب تو زندان بودن. متجددین و نویسندگان و خبرنگاران غرق در سانسور بودن. ایلات و عشایر قتل عام شده بودن. روشنفکرای جامعه، نخبگان جامعه، علمای مذهبی جامعه در خفقان غرق شده بودن. به خاطر این بودش که مردم با میل و رغبت به سراغ خارجی‌ها رفتن. یه مورد دیگه‌ای که شاید دونستنش به درک اون مردم کمک بکنه که چرا رفتن به استقبال دشمن خارجی اینه که ما تو جنگ جهانی دوم کنار اسلحه‌های نظامی اسلحه رسانه هم داشتیم. ما تو جنگ جهانی دوم پروپاگاندا داشتیم. دولت‌های خارجی کنار همه جنایتاشون کاریکاتور چاپ می‌کردن در نقد دیکتاتوری ایران. کنار همه جنایتاشون تصویر رئیس جمهوراشون رو می‌زدن که ما اومدیم شما رو از دیکتاتوری نجات بدیم. کنار همه جنایتاشون وعده میدادن که ما میریم. مردم ایران هم تا پیش از این چندان تحت تاثیر رسانه و پروپاگاندا نبودن که بلد باشن در مقابل این اسلحه چطور مقاومت بکنن. خب بله، با ورود دولت‌های متفقین به ایران دیکتاتوری رضاخان تموم میشه. خودش هم با یه حقارت خیلی بدی عزل میشه از پادشاهی و بعدش هم تبعید میشه به ناکجا آباد. اما آیا بعد از این تغییر بهتر از رضاخان بر کشور مسلط میشه؟ از لحاظ فرهنگی اوضاع اسفناک میشه. سربازای دولت‌های خارجی خودشون رو مقید به رعایت هیچ چارچوبی نمیدونستن. اصلا اومده بودن برای قتل و غارت و تجاوز. توی تهران خودمون محله ها شده بود جولانگاه سربازای مست خارجی. این سربازهای اجنبی به ناموس ایرانی رحم می‌کردن. خب اینا کاپیتولاسیون نظامی داشتن. تو بعضی از اسناد تاریخی اومده که اینها به ناموس ایرانی تجاوز کردن در حالی که مردش در صحنه حاضر بوده. اوضاع اقتصادی مردم ایران قبل از این هم خوب نبود، اما حداقل از گشنگی نمی‌مردن. تو بعضی از اسناد تاریخی اومده که نامورها مجبور می‌شدن خاک اره با آرد مخلوط بکنن. چرا؟ چون قشون انگلیسی برای تامین سربازاش آرد رو احتکار میکرده. من و شما امروز توی این لحظه میتونیم مثلا تصور کنیم که از یک کشور 12 میلیونی 4 میلیون نفر بمیره یعنی چی؟ خب بله، تا پیش از این که ریشه های سلطنت محمد رضا پهلوی مستحکم بشه، مطبوعات و نویسنده ها و متجددین ایرانی میتونستن علیه رضاخان چیزهایی بنویسن. اما سایه سانسور از قلم اینا برداشته نمیشه ها. فقط موضوعاتی که باید سانسور بشه تغییر میکنه. اما اگه از من میپرسید کشته شدن، گشنگی، فقر، مرض، دیکتاتوری، سانسور، هیچ کدوم اینا برای کشور استثمار زده بدترین اتفاق نیست. فقر و بیچارگی و مرض و تیفوس و همه این چیزا تو این کشور. استثمار، استعمار، اشغال، اون حقارتی که توش به کشور تحت اشغال حقوق نمیکنه از همه چیز بدتره. رفتار همراه به غارت این خارجی ها با ایرانی ها،
رفتار از بالا به پایین این خارجی‌ها با ایرانی‌ها. سردر باشگاه‌ها و کاواره‌هاشون می‌نوشتن ورود سگ و ایرانی ممنوع. ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ. ما با سگ هم ردیف بود. توی آبادان مردم از فقر و مرض و بیماری می‌مردن، ولی بهترین امکانات توی یه سری مناطق خاص برای خارجی‌ها، برای انگلیسی‌هایی که به خاطر نفت اومده بودن آبادان فراهم. رفت آمد ایرانی‌ها تو بعضی از محلات قدغن بود. کرج که می‌خواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشت. خیلی از امکانات دولتی فقط مال خارجی‌ها بود و به ایرانی‌ها سرویس نمیداد. شاه مملکت برای تصمیمات بعضن خیلی ریزش از خارجی‌ها کسب تکلیف میکرد. مشورت نه، کسب تکلیف. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که همون مردمی که با خنده و گل و شیرینی رفتن استقبال قشون خارجی، خیلی زود دلشون برای دیکتاتور خونریزی مثل رضاخان تنگ شد. حالا میدونید مصیبت عظما کجاست؟ محقق ما، استاد دانشگاه و تاریخدان ما میاد میگه ترک مخاصمه و در واقع فرار رضاخان باعث شدش که ایران سالم بمونه. من نمیدونم درباره سواد تاریخی شما نقد بکنم یا فهم پزشکی. شما مطمئنید درکی از سلامت دارید؟ برای ما نمیخواد. یه بار تو خلوت خودتون بشینید کلمه سالم بودن، مفهوم سلامت رو باز تعریف بکنید. مطمئنید 1/3 یه مملکتی بمیره، چند بار بیماری توی اون مملکت فراگیر بشه، این تأخیرهای عجیب غریب تو تاریخش ثبت بشه، مطمئنید این میشه سالم موندن مملکت؟ پس خراب شدن مملکتی رو چی میدونید؟ استاد، شما از کینه جمهوری اسلامی که نباید لگد بزنی به تاریخ. لگد میزنی به تاریخ که نباید فهم خودت و مخاطبت رو زیر سوال ببری. پسر این پادشاه برگشته علیه غلطهای پدرش صحبت کرده و شما میگی ترک مخاصمه و فرار و عدم مقاومت نظامی باعث شد ایران سالم بمونه؟ در جنگ بین‌المللی دوم در اثر خوشباوری و اینکه احترام ملل محفوظ میماند، در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمون آرامیده بودیم تا اینکه به ما کسانی که صاحب زور بودند معنی بی‌طرفی را نشان دادند. اگر در آن روز ما اونطور خوشباور نبودیم و آمادگی آن را داشتیم که قبل از اینکه مملکت ما تحت اشغال قرار بگیرد و از حدود استعداد دفاع ما خارج باشد که از آن دفاع بکنیم، مملکت را به کسی سالم تحویل نمی دهیم، اتفاقات شهریور 1320 احتمالاً پیش نمی آمد و نیروی دریایی جوان ایران نابود نمی شد.